در دایره دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، راهنمایی‌های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده با ابتکار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند بخشیده به 30 سالگی تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، در میدان ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند چهاربینی حربی ورزشی تحت عنوان وطن پرور برگزار شد. در این همایش آمادگی دفاع حربی که با سخنرانی رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق آغاز شد، کارمندان کمیسریت حربی، آموزگاران فن دفاع حربی، استادان و دانشجویان دانشکده کالج‌ها، خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تعلیمی شهر اشتراک نمودند. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق به جوانان، اشتراکچیان همایش و هواداران این چهاربینی حربی ورزشی مراجعت نموده از توجه پیوسته پیشرو معظم ملت به مسئله تعلیم و تربیت نسل نورس و دستگیری جوانان نقش آنها در حفظ مرز و بوم کشور یادآوری نموده. مقصد برگزاری چهاربینی امروزه را پرورش حس وطن دوستی، هویت ملی، پیشگیری گرایش جوانان و نورسان به ظهورات نامطلوب، تروریسم و اکستریمیسم، تعصب دینی، بیگانه پرستی، هدایت آنها برای ادای خدمت به وطن و پیوستن به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان عنوان کرده شد. حاضرین گرامی، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دایر به مسئله تعلیم و تربیت نسل نورس و دستگیری جوانان، نقش آنها در ترقیات همه ساحه‌های حیات جامعه اندیشه‌رانی کرده و افتخار افزودند که آنها در رشد دولت و آبادی وطنمان سهم می‌گذارند، مرز و بوم سرزمین اجدادی را حمایت می‌کنند، در عمومی گردانیدن ورزش نقش اساسی بازیده، با شرافت پیروزی‌های ورزشی در گوشه‌های گوناگون دنیا پرچم دولتی تاجیکستان را پرافشان می‌کنند. همچنین افزودند که دستگیری جوانان، حل و فصل مشکلات حیاتی آنها و استفاده درست و ذخیره‌های استراتژی ملی به خاطر آبادی و پیشرفت وطن و تأمین امنیت و ثبات جامعه از جمله مسائلی میباشد که تحت توجه خاصه حکومت مملکت قرار دارند، زیرا تاجیکستان خود کشور جوانان است. مقصد از برگزاری چهاربینی امروزه تحت عنوان وطن پرور، پرورش حس وطن دوستی در نهاد نورسان و جوانان، هدایت آنان برای ادای خدمت به وطن و پیوستن به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان است. در میدان دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی، میانه مخصوص و میانه عمومی شهر با لباس نظامی صف آراستند. از چهره و سیمای ظاهری این جوانان میتوان مشاهده کرد که وطن برای آنها عزیز و مقدس است. آنها آمادند که وظیفه شهروندی خود را که حفظ مرز و بوم تاجیکستان محبوب است با جان و دل ادا نمایند. جوانان ما با پیوستن به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در پیشرفت ارتش ملی سهم می‌گذارند و خلق و وطن خود سربلندانه و جوانمردانه خدمت میکنند. خدمت در صف ارتش ملی و حفظ دولت و ملت، مرز و بوم کشور برای هر یک شهروندی که آن را سربلندانه اجرا نموده است افتخاری بزرگ است. محض جوانان باید وطن را همچون مادر خود، جان خود دوست داشته و سوگند خود صادق مانند و آن را همچون گوهرک چشم حفظ نمایند. مسئله تربیت معنوی جسمانی جوانان، انکشاف حس وطن دوستی و محبت آنها نسبت به وطن، امین نگاه داشتن نسل نورس و جوانان از تهدیدهای زمان معاصر و تبلیغات افراطگرایی همیشه در مد نظر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و در مقیاس ولایت زیر توجه همیشگی معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده
قرار دارد. پرزور نمودن نقش جامعه در تعلیم و تربیت جوانان، تبلیغ غایه‌های اساسی ملی، صداقت به وطن، ننگ و ناموس ملی، فراهم آوردن شرایط مساعد جهت دریافت معرفت حقوقی، سیاسی و فرهنگی جوانان از جمله هدف‌هایی میباشند که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان در این سمت معین کردند و آن را قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، کنسپسی ملی سیاست جوانان تاجیکستان، استراتژی سیاست دولتی جوانان در جمهوری تاجیکستان و برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان پیش بینی می نمایند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین شعبه و بخش‌های مربوطه را وظیفه‌دار نموده است که جهت رشد تربیت جسمانی، ورزشی و حربی و تندرستی جوانان آمادگی دفاع آنها چاره‌های مشخص اندیشند، زیرا در این سمت نیز هنوز مشکلات زیاد به نظر می‌رسد. دلیل این از کمیسیون دولتی طبی در هر موسمی دعوت گذاشتن توانستن ده‌ها نفر جوانان است. معلوم است که آنها از چاره‌بینی‌های ورزشی یعنی که به چاره‌بینی‌های ورزشی جلب نگردیدند و جسماً آب و تاب نیافتند. هنوز در بعضی از جماعت‌های دهات طبق برنامه آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد انشاءات‌های ورزشی را راه‌اندازی نکردند. تشبث جوانان را جهت ساختمان آنها به طور باید و شاید دستگیری نمی‌کنند. متاسفانه تربیت جسمانی نورسان از سن کودکی هنوز به معیار و طرز حیات پدر و مادران و عائله ما تبدیل نیافته است. در دایره عملی نمودن برنامه مذکور به این مسئله باید در بخش کار با جوانان و ورزش جماعت‌های دهات، شعبه معارف شهر و مؤسسه‌های تعلیمی اعتباری جدی داده شود. تربیت وطن دوستی و تحکیم هویت ملی جوانان جزء ترکیبی تربیت عمومی معنوی آنها بوده. در صورت درست راه اندازی شدن آنها ما میتوانیم جوانان را به راه صداقت به وطن، احترام به ارزش‌های ملی، خودآگاهی و خویشتن شناسی و تحکیم مسئولیت شهروندی راهنمون سازیم. خاصه در زمان پرتضاد حاضره که به تاکید محترم پیشوای معظم ملت ظهورات نامطلوب، تروریسم و اکستریمیسم، تعصب دینی، بیگانه پرستی، بنیادگرایی، انتقال و استعمال مواد مخدر زیاد به مشاهده می‌رسد. تربیت معنوی در مجموع و مشخصاً تربیت وطن دوستی و خودشناسی باید از عائله آغاز شده در مؤسسه میانه و عالی تکمیل یابد تا یک جوان چون شخصی با معرفت و وطن دوست به کمال رسد و در مقابل غایه‌های افراطی و بیگانه پرستی که با رشد تکنولوژی انفرماسیونی به آن دسترسی دارد ایستادگی کرده تواند. این را باشد با جلب نورسان جوانان و مطالعه ادبیات گوناگون، اشتراک در محفل‌های ایجادی و هنرمندی، ورزشی و چاره‌بینی حربی و تندرستی به دست آوردن ممکن است. جوانان عزیز، استادان و حاضرین گرامی، واقعاً سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح کشور جنرال ارتش محترم امام علی رحمان و اینچنین در مقیاس ولایت تحت نظارت بی‌واسطه معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوم محترم رجب احمدزاده و در مقیاس شهر تحت نظارت بی‌واسطه رئیس شهر قرار دارد. چقدر که محترم پیشوای معظم ملت میگن تاجیکستان وطن جوانان است. ما با شما جوانان و نورسان افتخار میکنیم و چاره‌بینی امروزه من گمان میکنم که برای رشد معنوی جوانان یک زمینه مساعد فراهم می‌آورد. اشتراکچیان همایش مهارت خود را در سرودن سرودهای وطندوستانه، سفارایی و مشق حربی، جداسازی و نصب و وصل قسم‌های اتومات، برداشتن گرزهای 16 کیلوگرمه، مشق‌ها و بازی‌های گوناگون حربی ورزشی نشان دادند. حاضرین ارجمند،
طلبات نخستین چاره‌بینی امروزه از خواندن سرود وطندوستانه عبارت میباشد. ما جوانان قلب بیداری وطن، صف به صف هر روز در کار وطن، ما عوض کردن نمیخواهیم هیچ با گلی ملکی دیگر خار وطن. در راه وطن جان فدا میکنیم، وطن هرچی گوید ما ادا میکنیم. از دسته دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین دعوت میکنیم که با زمزمه سرود وطن دوستانه وارد میدان شوند. دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین برای اجرای طلبات یکم چاره‌بینی از دسته دانشجویان مؤسسه دولتی کالج طبی در شهر پنجکین دعوت میکنیم که با زمزمه سرود وطن دوستانه وارد میدان شوند. دسته کالج آموزگاری در شهر پنجکین با سرود وطن دوستانه وارد میدان میشوند. باشرانی وطن، باشرانی وطن، صف کشیده تن وطن، صف کشیده تن وطن، جان سپاره بر وطن، جان سپاره بر وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جانی من، جانی تو، جانی من، این بعد دسته دانشجویان لیسه کسبی تکنیکی با زمزمه سرود وطن دوستانه وارد میدان شوند. دسته شهر با سرود وطن دوستانه وارد میدان می‌شوند. پیش قدم زن، وطن بر جلال و بشانت قسم، وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با گاه و بدشت و بدامان تو، با گاه و بدشت و بدامان تو، اینا با زمزمه سرود وطن دوستانه وارد میدان میشوند. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 تو جان را نمای فدا، بهیزی تو جان را با سرود وطن دوستانه وارد میدان میگردند. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 دعوت میکنیم که با زمزمه سرود وطن دوستانه وارد میدان شوند.
تاجیکستان کشور ما جان ما، کشور ما جان ما. تاجیکستان کشور ما جان ما، کشور ما جان ما. کرسی‌دار زیب دسترخوان ما. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 خواهش میکنیم با سرودی وطن دوستانه وارد میدان گردند. یکو دوی سه چار، یکو دوی سه چار، با رواب قطار قطار، با رواب قطار قطار. اسبا میرو از قصار، اسبا میرو از قصار، از خطان و از خوجان، از خطان و از خوجان. مایارمو برابر، مایارمو برابر، از پهلوی همدیگر، از پهلوی همدیگر. از کلی جاویدان. اینک با زمزمه سرود وطن دوستانه وارد میدان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. سرود خواندن قدم مرد. یا تاجیکستان آزادی من، امیدی دلو خاطری شادی من. چو فرزندی تو حاضریم بر دفاع، و حفظی تو جان را نمال فدا، و حفظی تو جان را نمال فدا. وطن مالایی اعتبارم توی زمزمه سرودی وطن دوستانه وارد میدان میگردد. تاجیکستان آزادی من، امیدی دلو خاطری شادی من. چو فرزندی تو حاضریم بر دفاع، به حفظی تو جان را نمایم فدا، به حفظی تو جان را نمایم فدا. وطن خواهشی افتخارم توی، وطن بندهی اعتبار. حالا وارد میدان میشوند با زمزمه سرود وطن دوستانه دسته خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30. آزادی من، امیدی دلو خاطری شادی من. چو فرزندی تو حاضریم بر دفاع، و حفظی تو جان را نمایم فدا، و حفظی تو جان را نمایم فدا. منم پایزیم دوستمی داستان، چو فرزندی نست باوری با زمزمه سرودی وطن دوستانه وارد میدان میگردد. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47. بشامت قسم، و پاکی رودی روانت قسم. و کوه و دشت و دامانی تو، و دوری بلند آشیانت قسم. که جانو دادم را فدایت کنم، همه هستیم را وفایت کنم. اینک با زمزمه سرود وطن دوستانه وارد میدان میشوند دسته خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71. مادری مهربانی من است، وطن بهتر از جسم و جانی من است. بینازم 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 ولی وطن تاجیکستان آزادی من است. از دسته خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 خواهش میکنیم با زمزمه سرود وطن دوستانه وارد میدان گردند. عشقی وطن جوش دارد دلم، و حرفی وطن جوش دارد دلم. وطن را بینازم مرا در کنار، چو مادر گیری خونم و وطن جانی من، هم جهانی من است. وطن با تو هم. طلبات یکم چاره‌بینی امروزه به پایان رسید. میگذاریم به طلبات دوم چاره‌بینی حربی و وطن دوستی وطن پرور از سفارایی و مرش عبارت می باشد. از دسته های فوق‌الذکر خواهش میکنیم که پای در پای وارد میدان شده طبق رعایت انتظام حربی و آراستن صف مراسم مرش را ادا نمایند. مرحبا جوانان وطن دوست و شجاع.
نخستین شده دعوت میکنیم دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند را. طلبات دوم را اجرا میکنند دانشجویان مؤسسه دولتی کالج طبی. از روی طلبات دوم قدم زده ایستادند دانشجویان کالج آموزگاری. همچنین برای اجرای طلبات چهاره‌بینی امروزه در میدان قدم زده ایستادند دانشجویان لیسه کسبی تکنیکی. برای اجرای نقش دوم اینجا خوانندگان مؤسسه دولتی لیسه شهر قدم میزنند. همچنین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5. طلبات دوم را اجرا کرده ایستادند دسته خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14. طلبات دوم را اجرا میکنند خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22. همچنین طلبات دوم را اجرا میکنند خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30. طلبات دوم چهاره‌بینی را اجرا نموده ایستادند دسته خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 71 و 72.
با دسته‌های غالب در وضعیت تنتنوی زیر ندای شادباشی اشتراکچیان و هواداران همایش مکافات‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر تقدیم کرده شده در فرجام برنامه فرهنگی نمایش داده شد. وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن دل پارم را برای تو نوشتم وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن دل پارم را برای تو نوشتم عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم ما خزانه را نبینی عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم خزانه را نبینی وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم اندر دل من جای تو داری چی بسه دارم حواسه بر تو حواسه دور از بر تو روی رهم خار و خسه به هم نفسه به هم نفسه عجب تو نازنینی چیزه با سرزمینی تمنا میکنم خزانه را نبینی وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم آسودگی ها آسوده بیمان آسوده بیمان بر خاکی وطن الهی آسوده بیمان آسوده بیمان بیهوده بیمان وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن دل پارم را برای تو نوشتم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلکا سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا